ҳар рӯз боздошт мекунанд. дар як рӯз то 3-4 бор. мо як гурӯҳ дорем ва онҷо мо онҳоро сагу паррандаҳо ном мебарем. менависем ки як автобуси сагу паррандаҳо истодааст ва мегӯем ки ба онҷо наравед. کار کوریر یا باربری میان مهاجران در روسیه یک کار سرطلب است، ولی حالا کارمندان این نوع خدمت رسانی از ادامه کارشان نگرانند. وکیلان دومه دولتی در خوانش اول طرح قانون درباره الکتروسمکت ها را قبول کردند. بر اساس آن جریمه رانندگان این نوع نقلیات زیاد کرده می شود. اینجا میلیساها خیلی زیادند. وقتی آنها را میبینم زود با روی پیاده‌گردان میروم. قاعده حرکت برای دوچرخه و سمکت‌ها حالا ناروشن است. اگر شما با روی پیاده‌گرد روید، راهگذران شکایت میکنند که چرا با روی ماشین حرکت نمیکنید. اگر با آن راه روی، میلیساها تو را نگاه می‌دارند. عدیل 4 سال باز در روسیه کوریر یا باربر است. برای صرفه وقت و پول در راه او الکترومپد خرید، ولی ماه‌های اخیر کارش مشکل شده است. من تاکسیمتر داشتم. در یک روز تقریباً 5000 روبل و بعضاً در روزهای بارانی تا 10000 هم کار میکنم. فهمیدم که جریمه را بالا میبرند. اکنون بین هر بنا پلیسی را نوبتداری و ما را تعقیب و بازداشت میکند. سندها را تفتیش و 800 روبل جریمه خواهند کرد. اگر تا 15 روز جریمه را پردازید 400 روبل میسپارید. حالا هزارها مهاجر از آسیای مرکزی در شرکت‌های دسترس کننده غذا کار میکنند. این کار نسبتاً آسان و درآمدناک حساب می شود. دست نتینگیده این کار سابق‌تره نظر بدی کارو بعد کاری بسیار هر روزه پولا میگیره دست کار میکنن. اگر طرح قانون قبول شود این کار دیگر برای مهاجران فایده آور نخواهد بود. حجم جریمه از 500 تا به 30,000 روبل زیاد می شود. امسال صدمه با این نوع نقلیات 2 برابر بیشتر شده است. متاسفانه حالت‌های مرگ‌آور هم هستند. اکثریت می‌خواهند که در این ساحه ترتیبات جاری شود. مهاجران در روسیه میگویند این تصمیم کاری آنها را سخت مشکل نموده، یک راه نوی فشار و رشوه‌ستانی خواهد شد. اکنون که وازبین کشید واسه که وای که نشه دیگه چی کار وای نمیشه. دیگه کار کرده دیگه مجبوریم که فکر میکنم ما میتوانیم در قرغیزستان هم کار کنیم، اما آنجا معاش کم است. نصیب ماه نوامبر میروم. نمیگویم که دیگر بر نمیگردم. حالا کوشش دارم برای کار به اروپا روم. کارشناسان میگویند روسیه چون یک کشوری کاری نفوذ خود را در میان مهاجران از دست میدهد. کاهش قرب روبل و سخت شدن قانون‌های مهاجرت و افزایش تفتیش و بازداشت‌ها را آنها از سبب‌های مینامند که خواهش مهاجران را برای کار در این کشور کم کرده است.